اینجا هیچ دوربین بدارگسته‌ای نداره. چه خواسته بودی؟ هرچی بیشتر میگذره شکم منطقه پلیس بیشتر میشه. شاید تو الان $20,000 چجوری میخوای جور کنی داشت من؟ قسم میخورم قاتلای پسرمون رو پیدا کنم. تو یا برادر نداری یا برادر خوبی. کاش که تو میمردی. شهاب داداش ماما که وضعیتش اصلا خوب نیست، زبونم راست. خیلی خوب. پاشو بیا ایران. اینجوری مامانم تو رو ببینم حالش بهتر میشه. خودت باید بری استانبول. این چه حالش خوبه؟ من خودم تنشو دیدم. اثر ضرب و شد تو تنشه. ویدیوش رسیده به همه کانالا. در عرض 1-2 ساعت تو تمام کانالا پخش میشه. علی ساکت شو. علی الان 35 دقیقه است با این خط تلفن لعنتی منتظر بودم تو یه نفر جواب درست به من بده.